یک نمایش تئاتر از سوی مؤسسه ماین پاکی ATC به هدف اطلاع رسانی از خطرات ماین در کابل برگزار شد. یکی از پیام‌های این نمایش تئاتر این بود تا اطفال از اشیاء مشکوک در مناطق خود دور باشند. فرهناز و نسیمه نوابی دو تن از ممثلین میگویند ما از این تئاتر ما میخوایم بر اطفال نشان بدیم که ما همیشه میخوایم سهل باشه و تئاتر ما یک تئاتر بسیار خوب است برای اطفال. همچنان ما از تئاتر خود میخوایم برای اطفال یک درس بدیم. یو تاثیرگذار خود سیده چې دا واړه لږ زره مختکیږي چې خو د خواته چې یو شی وګوري چې لکه اوسپنې غوندې چې دی هغې ته خو لاس نه وړي راځي خبر راکوي څه مین اوسیږي څه یو بله اوسپنه اوسیږي کېږي چې همغه مین هم همغه بله اوسپنه غوندې چې واړه یې نه پېژني دا خبر هم راکولی شي. از سوی دیگر کفایت الله ابلاغ رئیس اجرایی مؤسسات ماین پاکی در افغانستان میگوید در ساحات جنگی همواره ماین موجود می باشد و مردم به خصوص اطفال باید از تماس با آن خودداری کنند. همیشه ساحاتی که در جایی که جنگ است همیشه در اوجا مرمی‌های منفجر ناشده پخش میشه، در اوجا ماین‌ها پخش میشه، ماین‌ها فرش میشن. از او خاطر معمولا این بسیار مشکل بسیار اساسی هست و کسی اطمینان نمی داشته باشد تا زمانی که توسط تیمای سرویس چک نشه کسی اطمینان نمی داشته باشد که در مناطقی که جنگ شده در کدام نقاط خطر است. با گفته آقای ابلاغ هرچند تا حال بیش از 78% ماین‌ها در افغانستان خنثی شده اما خطرات آن هنوز نیز جدی است و باید همه آن را در نظر بگیرند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.